به استراحت که نواسه کاکای ما ممرای ما یک جای رفت در اتاق آرام استراحت کرده بودیم. فقط ساعت 4:20 4:30 صبح بود که صدای فیر بلند شد. در این وقت که ما بیدار شدیم صدای آه و ناله و گریان بود. وقتی که تا میخواستم از این اتاق استراحت خود ما بیرون شوم که این حولی بسیار حولی کلان است، در این 3-4 فامیل زندگی میکنه که همه بچهای مامایم است، که ما به طرف از ما بیرون که در بیرون دیدم در سرای بام نفرای مسلح در تاریکی معلوم میشه و در داخل سرای از می دروازه بیرون نشده سیب در داخل اتاق ماند. وقتی که ساعت 11 بجه شد که امی قوتای امریکایی که این خانه را محاصره کرده بودند در بالای بام ها بلند شده بودند و همه را به شهادت از بام زده بودند، در اوجا در روی حولی به شهادت رسانده بودند. یک وقتی است که ساعت 7:30 بجه صبح است که بچه مامایم محمد صابر آمد برای ما گفت که در دو حولی که در اوجا قماندان صاحب داود که بچه مامایم بود گفت شهید شده، ظاهر که سارنوال ولسوالی احمد آبا بود گفت شهید شده، نامزاد بچه ما که منصور بچه من نامزادش بود شهید شده بود، دختر مامایم شهید شده بود، خانم بچه مامایم شهید شده بود و همچنان امی نواسه کاکایم و نواسه مامایم این 2 تا زخمی شده بود. U.S. Special Forces were involved in a raid where 3 Afghan women were killed. It looks as if this was a bungled military operation. There's some major questions about this incident where 3 Afghan women were killed in a special operations mission. و یکی دختر مامایم که عروس شده بود هر کدام از این 7 ماه حامله‌دار بود، اردویش با فیر زدن کشتن. نه تنها این تو جنایت را انجام دادن که 2 خانم 3 خانم کشتن، بلکه 2 تا طفلش در رحمشون زدن شهید کردن. وقتی میبرایم برای من میگه نامزاد بچه تو و قماندان صاحب داود تا 15 دقیقه کم 7 صبح فردا که 4:30 بجه زخمی شده زنده بود، نسبت ضایع کردن خون زیاد که کسی دیگر اجازه نداد که را به شفاخانه انتقال میدادن، جان به حق داد. تا 15 دقیقه کم 7 صبح زنده بوده. Afghan security forces found that the Special Operations Forces killed the 3 women, but then worse yet, tried to cover it up by removing the bullets from the bodies of the women and from digging the bullets out of the walls in the building. قسمی که شما فرمودین که اینا بعض شایعات داشتن که مردم که به شهادت رسیده بود این قبل از این حمله یا قبل از اینکه یا بیاید نوشته کردن در قبل از اینکه ما بیاییم ما آمدیم این 2 خانم و 3 خانم و 2 نفر کشته شده بود. این خب به خاطر چی؟ این به خاطر ازی که اونمو عمل علمناک ظالمانه را که انجام داده در برابر ذهنیت بین المللی او را بپوشانه، لیکن برعکس ما در اوجا Survivors and witnesses say that U.S. Special Forces were behind this. However, earlier NATO was saying that basically the 2 pregnant women were found dead by the Special Forces and they had actually died before the shooting started. ما در حیرت ایستم که من خودم در اوجا حضور داشتم، من حیث یک انسانی که استاد پهنتون، معاون پهنتون و در اوجا همین چیز را ما به چشم سر دیدیم. شما باور بکنید که با اینمی عملشان قوت‌های خارجی در منطقه گردیز به کلی اما اعتبار را که داشتن هم از دست دادن. یا خب برای دفاع ما آمده، یا خب برای حفظ صلح آمده، به تامین امنیت آمده، یا خب برعکس ما را خب کلی کشتن، یا کواسشون بکشن گفتن دیگه ما را میکشن، ما دیگه انتظار مرگ میکشیم. NATO has finally acknowledged its troops killed the 5 Afghans. None were Taliban. It's been a mess for the US military, which is trying to cut down on civilian casualties. و تا حال خارجی ها از ما کدام معذرت رسمی نخواستن، ولی در مجموع من میتونم بگویم که اصلا معذرت خواستن چی معنا و مفهوم داره. ما اشتباه میکنیم، معذرت میخوایم اشتباه کردیم، دوباره اشتباه خود تکرار میکنیم. آلاتی که همیال فعلا وضعی که امی خانواده داره، اگر هر انسانی که دارای وجدان سالم است یک بار از نزدیک بره و او را از نزدیک با چشم سر مشاهده بکنه، به حال از او خانواده اشک خواهد ریخت. طفلایشان صبحانه همه روزه میره بالای قبرها تا چاش نان نمیخورن، تا شام آه و گریه و فریاد است. امیال بچه من منصور تکلیف روانی پیدا کرده به خاطر شهادت نامزادش، تکلیف روانی پیدا کرده. 5 نفر در پیش روی چشمای تفتیده باشه جنازهش در خونم لیت بیت
مشکل است، بسیار سخت است. مبارزه میکنیم، ولی ما به آقای اوباما این پیامم است که شما به خاطر تامین امنیت در کره خاکی چنان مبارزه را کردین که قوت‌های شما آمد نفرای دولتی را در شهر گردیز در منطقه خطابه به قتل عام و به خاک خون کشاندند. شما خود قضاوت بکنید آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که شما همین را به خاطر تامین امنیت صلح فرستاده بودین یا به اینکه نفرای دولتی را در این فامیل به قتل عام برسانند، از زن گرفته تا مرد و تا نفرای دولتی و حتی خانم‌های حامله دار. این قضاوت به آقای اوباما میگذارم.